ассалому алайкум шунавандаҳои гиромӣ. гуфторамонро аз силсилаи хониши адабӣ аз рӯи асари асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон уфуқҳои истиқлол оғоз менамоем. ровӣ ализода абдурашид хоҷамқул. боби ду. рушди иқтисодии тоҷикистон ва дурнамои стратегии он. стратегияи мазкур бобати такмили идораи давлатӣ ва таъмини рушди босуботи иқтисодӣ дар асоси инкишофу рушди бахши хусусӣ ва ҳавасмандгардонии сармоягузорӣ қадами ҷиддӣ ва устувор ба ҳисоб рафта баҳри беҳтар кардани соҳаҳои маориф, тандурустӣ, инчунин таъмини баробарии гендерӣ мусоидат кард. аз ҳисоби тамоми манбаъҳо зимни татбиқи стратегияи миллии рушд барои давраи то соли 2015 127 миллиард сомонӣ بیش از 16 میلیارد دلار آمریکایی صرف شد. از این حساب 77.5 میلیارد سامانی قریب 10 میلیارد دلار آمریکایی از حساب مبلغ‌های بودجه دولتی 45.7 میلیارد سامانی بیش از 5.5 میلیارد دلار آمریکایی از حساب سرمایه خارجی و 3.8 میلیارد سامانی بیش از 500 میلیون دلار آمریکایی به بخش خصوصی راست می آمد. در برابر این استراتژی مذکور امکان داد که در بیشتری بخش و ساحه‌ها و منطقه‌های کشور امکانیت و ذخیره ها برنامه ریزی شوند و در حال حاضر نه کمتر از 122 برنامه دولتی مورد عمل قرار گرفته است. تطبیق عملی چاره‌بینی های استراتژی و برنامه های رشد کشور به تأمین چنین نتیجه های واقعی مساعدت نمودند. اگر در سال 2000 مجموع محصولات داخلی به سر احالی 158 دلار را تشکیل داده باشد، پس در سال 2016 به 813 دلار رسیده بیش از 5 مراتب زیاد گردید. موفق گردیدن به ثبات ماکرو اقتصادی امکان داد که کاهش سطح کمبزاعتی احالی از 83% سال 1999 تا 30% در سال 2016 و سطح تورم از 26% تا 6% رسیده افزایش درآمدهای احالی و مبلغ گذاری بیوجتی ساحه‌های اجتماعی عملاً تأمین کردند. در برابر این باید قید نمود که برخلاف تأثیر شدید عامل‌های بیرونی، مخصوصاً در سالهای 2008 و 2016 که به وسعت رابطه‌های تجارتی، توازن پرداخت و نشان دهنده های بودجه دولتی تا اندازه تأثیری منفی رسانید، حکومت جمهوری تاجیکستان توانست که تمایل مثبت رشد را در مملکت نگاه دارد. این نشانه استوارگردانی تجربه ملی اداره کنی اقتصاد است. در دوران استقلالیت دولتی حجم مجموع محصولات داخلی
از سطح سال 1991 بیش از 20% بیشتر بوده، خود ساختار اقتصادیات تغییر یافته است. حالا سهم صاحبکاری و بخش خصوصی در تولید مجموعی محصولات داخلی 67% را تشکیل می دهد. گرچند از روی سمت‌های اساسی رشد پیشرفت‌های نظررس به دست آمده باشد هم، مسئله‌های بلند برداشتنی ثمرناکی استفاده ثروت‌های ملی، تأمین استقلالیت انرژتیکی، امنیت آذوقه‌واری، ثبات اکولوژی، تحکیم بخشی دیورسیفیکاسیون فعالیت اقتصادی، تأمین رقابت پذیری اقتصاد ملی و دستگیری ساحه‌های صاحبکاری استحصالی فعال سازی منبع را تقاضا می کنند. حالا کشوری ما در مرحله نوی رشد قرار دارد. استراتژی رشد اقتصاد جمهوری در عین زمان به سندهای برنامه‌ای اساسی به مثل استراتژی ملی رشد جمهوری تاجیکستان در دوره تا سال 2030 اساس یافته است که آن باید روند رشد تاجیکستان را در آینده دراز مهلت مطابق هدفهای رشد استوار مرتب نماید. ما عزم قطعی داریم که رشد اقتصاد ملی را با استفاده از تمام ذخیره و امکانیت‌های موجوده در دوام سالهای من بعد در سطح نکمتر از 7% تأمین نماییم و به صفت رشد اهمیت مخصوص دهیم. ثمرناکی، گوناگون شکلی و رقابت پذیری تمام نیرو و اقتدارها را در سمت‌های افضلیتناک به طور نظررس بلند برداشته اصلاحات و دیگرگونی‌های جدی را تطبیق می نماییم. در 15 سال آینده سهم ساحه صناعت را در مجموع محصولات داخلی افزایش داده تاجیکستان را از کشوری اگراری و صناعتی به صناعتی و اگراری تبدیل خواهیم داد. ساختار صادرات را از صادرات اشیای خام بیشتر به صادرات مال و محصولات تیار مبدل می گردانیم. مهیا نمودن زندگی شایسته برای شهروندان کشور در 15 سال آینده همچون هدفی عالی استراتژی ما باقی می ماند. وابسته به این ما مقصد داریم که مجموع محصولات داخلی را به هر سری اهالی تا اندازه ضروری زیاد نموده کشورمان را به گروه دولت‌های میان درآمد وارد ساخته سطح کم بضاعتی را زیاده از 2 برابر از 31 تا 15% کاهش دهیم و حصه صنف میانه را از 22 تا 50% اهالی زیاد کنیم. دوم، افضلیت‌های استراتژی تاجیکستان. جمهوری تاجیکستان دارای ذخیره‌های بزرگ گیدرو انرژتیکی، منبع برقرار شونده تولید نیروی برق می باشد. اقتدارهای استحصالی این ذخیره‌ها بیش از 527 میلیارد کیلووات ساعت را تشکیل می دهند که ثروت ملی ما می باشند و استفاده عاقلانه آنها می تواند امکانیت‌های ما را در بابت تأمین نمودن رشد استوار اقتصادی و تقویت اقتدار صادراتی کشور به مراتب
افزون گردانند. ما می خواهیم این امکانیت های عظیم را نه تنها به نفع خود بلکه تمام منطقه آسیای مرکزی و جنوبی استفاده بریم. با مقصد رسیدن به یکی از هدفهای سازنده، ما مسئله رشد استواری ساحه انرژتیک را همه جانبه دستگیری می نماییم. با وجود چنین اقتداری بزرگ، در دوام سالهای زیاد در فصلهای تیرماه و زمستان، نارسایی شدید نیروی برق باعث مشکلات زیادی اقتصادی و اجتماعی می گردید. سالهایی بودند که مردم کشورمان در خنک‌ترین دوره سال همگی 1-2 ساعت برق می گرفتند و بعضی روزها عموماً بی برق می ماندند. مؤسسه های برای مردم حیاتاً مهم، یعنی مکتب و بیمارخانه ها و کارخانه های صناعتی کار نمی کردند. همه این البته به شرایط و صفت زندگی مردم، رشد اقتصاد و حل و فصل مسئله های اجتماعی تأثیری منفی می رسانید. برای حل و فصل این مسئله نهایت مهم، حکومت جمهوری تاجیکستان تأمین استقلالیت انرژتیکی را یکی از هدفهای استراتژی کشور قرار داد و برای رسیدن به آن تمام ذخیره و امکانیت‌ها را سفربر نمود. هدف ذکر شده پیش از همه به تأمین دسترسی کامل به نیروی برق و بالا بردن سطح نیک و احوالی مردم کشورمان روانه کرده شده است و این مطلب به تشبث سازمان ملل متحد تحت عنوان نیروی استوار برای همه که جمهوری تاجیکستان در دایره آن چندین لایحه ها را عملی گردانیده ایستاده است کاملا سازگار است. با سبب قطع گردیدن فعالیت سیستم یگانه انرژتیکی آسیای مرکزی برای تامین استقلالیت انرژتیکی پای در هم زیاد نمودن استحصال و تجدید قوه برق خیلی مهم بود. به این مقصد ضرورت برقرار نمودن نیروگاه‌های موجوده و به کار انداختن اقتدارهای نو، بنیاد خطهای انتقال برق، کم کردن تلفات تکنیکی آن، استفاده صرفه‌کارانه برق و تکنولوژی کم مصرف، از جانب دیگر به تنظیم عاقلانه ذخیره‌های آبی در منطقه دقت اولین درجه دادن پیش آمد. در قدم اول ما چندین لایحه مهم را به رشد و پیشرفت ساحه انرژتیک روانه نموده شدت نارسایی نیروی برق را کاهش دادیم که در نتیجه سطح زندگی مردم به مراتب بهتر گردید. عموماً در ظرف 25 سال استقلالیت دولتی در کشورمان بیش از 1300 میگاوات اقتدارهای نوی انرژتیکی به استفاده داده شدند. با مقصد رشد و پیشرفت ساحه انرژتیک در سطح ضروری نگاه داشتن اقتدارها و انفراساختار انرژتیکی از حساب همه سرچشمه ها 26 میلیارد سامانی بیش از 3 میلیارد دلار امریکایی پیش بینی گردیده است. از جمله برای به کار درآوردن اقتدارهای نوی استحصالی 8.6 میلیارد سامانی برابر به 1 میلیارد و 225 میلیون دلار امریکایی بنیاد انفراساختار نوی انرژتیکی، خطهای انتقال برق و زیر ایستگاه ها 3.5 میلیارد سامانی 500 میلیون دلار امریکایی
و برای تجدید و از نوسازی تجهیزات و شبکه‌های موجوده، برطرف نمودن حالتهای فوق العاده و به حسابگیری نیروی برق قریب 1.5 میلیارد سامانی، بیش از 200 میلیون دلار امریکایی صرف شده. این اقدام در آینده نیز با سرعت ادامه می‌یابد. بنیاد و تجدید نیروگاه‌های برقی، مرکز برق و گرمایدهی، خطهای انتقال نیروی برق و زیر ایستگاه‌های برقی، اینچنین اصلاحات در ساحه انرژتیک امکان داد که تأمینات اهالی با برق، فعالیت استوار انفراساختار انرژتیکی و صادرات برق به کشورهای همسایه در فصل تابستان به طور نظررس بهتر گردد. از جمله بنیاد نیروگاه‌های برق آبی سنگتوده 1 با اقتدار 680 میگاوات و سنگتوده 2 با اقتدار 220 میگاوات، بیش از 270 نیروگاه خرد و میانه برق آبی، نوبت یکم مرکز برق و گرمایدهی دوشنبه، زیر ایستگاه‌های بزرگ برق جنوب شمال، لاله‌زار، ختلان و خوجند عینی انجام یافته مورد استفاده قرار گرفتند. در سال 2016 هم نوبت دوم مرکز برق و گرمایدهی دوشنبه 2 با اقتدار 300 میگاوات به کار آغاز کرد که در برابر استحصال نیروی برق اینچنین خانه‌های ساکنان پایتخت کشورمان را با گرمی تأمین می‌کند. لایحه‌های بنیاد نظام یگانه انرژتیکی کشور در اساس متحدسازی نظام‌های جنوب و شمال کشور عملی گردیدند. علاوه بر این، روند ساختمان نیروگاه‌های برقی آبی خرد و میانه، بنیاد نیروگاه‌های کلان در اساس لایحه‌های دارای خصوصیت منطقوی گسترش یافته، امکانات استفاده انرژی آفتاب و باد نیز مورد تطبیق قرار گرفتند. لازم به یادآوری است که همه این لایحه‌ها با نظر داشت جنبه‌های اقتصادی، اجتماعی، اکولوژی، رشد استوار انرژی معاصر و به طور شفاف عملی شدند. اعتراف بین المللی لایحه نیروگاه برق آبی راغون و ضرورت آن به کشورهای پایان‌آب برای خلق تاجیک دستاورد بزرگ می باشد. ما در راه استقلالیت انرژتیکی با پره بنیاد نمودن نیروگاه راغون آغاز نموده، کار را جهت بنیاد این ساختمان عصر وسعت تازه بخشیدیم. برای کارهای برقرارسازی و بنیاد نیروگاه راغون در دوره استقلالیت دولتی بیش از 12.5 میلیارد سامانی مبلغ صرف کرده شده است. باید قید نمود که سربند نیروگاه راغون با بلندی 335 متر بلندترین سربند زمینی گیلی و سنگی در جهان به حساب رفته، با اقتدار 3600 میگاوات بیش از 17 میلیارد کیلووات ساعت کلانترین نیروگاه برق آبی در منطقه خواهد بود که این نشان داد نسبت به اقتدار استحصالی نیروگاه نارک 1.5 برابر زیاد می باشد. بنیاد چنین یک انشاءات بزرگ و بی‌نظیر، یعنی نیروگاه راغون که برای تاجیکستان تقدیر ساز است، از لحاظ تکنیکی و مهندسی و مالیوی ترتیب و اصول مخصوص را تقاضا می نماید.
بنیاد نیروگاه راغون کاری دقیق و وقت طلب است. از تجربه ساختمان نیروگاه نارک که 18 سال دوام کرد، ما می دانیم که بنیادی چنین انشاءاتی بزرگ مهلت معین را طلب می کند که آن هم از طلبات تکنولوژی ساختمانی سربند و هم از مدت مرحله به مرحله پر کردن آبنبار برمی آید. لایحه نیروگاه راغون به تلاش‌های امروزه جامعه جهانی برای گذشتن به اقتصاد سبز که اساس آن را استفاده سرچشمه انرژی برقرار شونده تشکیل می دهد موافق بوده، تطبیق آن امکان می دهد که پرتافت صدها هزار تن گازهای کربن به هوای اتمسفر کم کرده شود. با توجه به این، ما مقصد داریم که این انشاءات حیاتاً مهم را با استفاده از تکنولوژی‌های بهترین و نوترین و مطابق به طلبات استانداردهای بین المللی صفت و بی‌خطری بنیاد نماییم. نوبت اولی نیروگاه یعنی اگریگت یکم آن ماه نوامبر سال 18 به استفاده داده شده نیروی برق استحصال شده به سیستم انرژتیکی کشور انتقال می شود. یعنی ماه دکبر سال 2018 نیروگاه راغون به استحصال قوه برق آغاز می کند و نیروی آن دسترس هر یک خاندان مردم جمهوری تاجیکستان گشته برای رسیدن به استقلالیت انرژتیکی قدم نهایی گذاشته می شود. جهت انجام دادن کارهای نوسازی در دیگر انشاءات بزرگ انرژتیکی کشور، نیروگاه برق آبی نارک، عوض کردن دو چرخه کاری و تعمیر و تجدید انفراساختار آن کوشش نموده تا حال بیش از 650 میلیون سامانی خرج نمودیم. موافق قراردادی که با کارخانه توربا اتم جمهوری اوکراین به امضا رسیده است، باید همه 9 چرخه نیروگاه عوض کرده شوند. در حالت پرره عوض کردن چرخه ها، اقتدار استحصالی هر یکی آن به 355 میگاوات و اقتدار عمومی نیروگاه به 3195 میگاوات رسانیده می شود که این رقم از اقتدار قبلیش 195 میگاوات زیاد می باشد. با مقصد تازه نمودن سطح پایانی دریای وحش در نیروگاه نارک، ما کوشش به خرج دادیم که ساختمان 2 پایدیوار بیتانی در دره سفیداب، تغییر مجرای رود سفیداب در قطعه پیوست شویش با دریای وحش با ساختن مجرای نوی درازیش 300 متر، مستحکم نمودن ساحل رود سفیداب و ساختمان کانال درازیش 506 متر را اجرا نماییم. با واسطه برقرارسازی و استوارگردانی پایدیوارهای تجهیزات کشاده تقسیم کننده این نیروگاه، مانیتورینگ بی‌خطری سربند نیروگاه نارک تامین کرده می شود. به ضمن این، ما نیت داریم که جهت رسیدن به استقلالیت انرژتیکی از حساب مبلغ‌های بودجتی و سرمایه خارجی با 36 میلیارد سامانی بیش از 4 میلیارد دلار امریکایی جدا نماییم. از جمله سال 2016 تجدید نیروگاه سربند به مبلغ 1.1 میلیارد سامانی آغاز شده. سال بعدی مرحله دومی برقرارسازی نیروگاه نارک به مبلغ 3 میلیارد سامانی و نیروگاه قیراقم به مبلغ 600 میلیون سامانی شروع می گردد. عین زمان در برابر کارهای از حساب مبلغهای داخلی اجرا شده ایستاده،
تطبیق 6 لایحه دولتی سرمایه گذاری به مبلغ عمومی 4.8 میلیارد سامانی، از جمله برای بنیاد اقتدارهای نوی استحصالی 2.7 میلیارد سامانی، برای انفراساختار نو 1 میلیارد سامانی و برای تجدید و از نوسازی تجهیزات و شبکه‌های موجوده 900 میلیون سامانی ادامه دارد. الحال در ساحه انرژتیکی کشورمان 2 برنامه دولتی از جمله برنامه استفاده ثمرناک ذخیره‌های آبی و انرژتیکی و صرفه‌جویی نیروی برق و برنامه دراز مدت بنیاد سلسله نیروگاه‌های خرد برقی آبی در دوره سالهای 2009-2020 عملی شده ایستاده است. طبق این برنامه‌ها تا سال 2020 در قلمرو مملکت ساختمان 190 نیروگاه خرد برق آبی با مبلغ عمومی 123.1 میلیون دلار امریکایی پیش بینی شده است. این تدبیر و چاره‌بینی‌ها در نوبت اول به حل مشکلات منتظم تامین نمودن اهالی و کارخانه‌های کشور با برق نگرانیده شده، یکی از واسطه‌های اساسی رشد ساحه‌های صفتاً نوی صناعت می باشد. بنیاد نیروگاه‌ها و خطهای انتقال برق جهت تامین رشد استوار و بالا بردن سطح زندگی نه تنها مردم تاجیکستان بلکه تمام منطقه آسیای مرکزی مساعدت می نماید. حالا در شرایطی که به منطقه ما تغییریابی اقلیم و عاقبت‌های خرابی‌آور آن به محیط زیست، اینچنین نرسیدن آب ضرری تا رفت کلان می‌رسانند، ساختمان نیروگاه‌های برق آبی اقدامی عاقلانه و ثمرناک و فایده آور و بی‌ضرری استفاده ذخیره‌های آب و انرژتیکی به شمار می‌رود. در خاطر باید داشت که محض بنیاد نیروگاه‌های نوی خرد و بزرگی برق آبی امکان فراهم می آورد که نه تنها نارسایی نیروی برق برطرف کرده شود، بلکه در دوره‌های خشکسالی همه کشورهای پایانابی منطقه با آب تامین گردد. از این لحاظ ما می خواهیم توسط راه اندازی برنامه‌ها در ساحه انرژتیک ذخیره و امکانیت‌های خود را به خدمت تمام ساکنان منطقه آسیای مرکزی گذاریم، زیرا صادرات نیروی برق توسط شبکه‌های بین دولتی و تأمینات منتظم آب به منفعت همه کشورهای منطقه می باشد. شما گفتار سیوم را از روی اثر افق‌های استقلال پیشوای ملت محترم امام علی رحمان شنیدید. راوی علیزاده عبدالرشید خوجامقول، کارگردان شیرعلی نغزلی، صدابردار کریم طالبов. پایان گفتار از سلسله خوانش ادبی.